سلام، کنشی هستم. امروز میخوام راجع به مراحل کلی بورسیه ژاپن بهتون توضیح بدم. کلاً 2 تا بخش گزینشی شما دارید. اولش اینه که سفارت یه سری کاندید رو باید انتخاب کنه. دومیش اینه که حالا دانشگاه‌های ژاپن و وزارت علوم اطلاعات و مکست ژاپن بعد از بین این کاندیداها بالاخره یه سری آدم انتخاب کنه و بهشون قبولی بده. و حالا ما بریم سر گزینش سفارت که کاریه که شما انجام میدید. 3 تا مرحله اصلی داره. اولیش تحویل مدارکه. شما یه سری مدارک رو طبق یک سری گایدلاین جمع میکنید، براشون میفرستید. الانم با ایمیل میفرستید، خیلی کار راحت‌تر شده. اونا چک میکنن، اگه اوکی بود میرید مرحله 2 که آزمون کتبیه. آزمون زبان انگلیسی و ژاپنی هستش و اگه شما این امتحان رو هم خوب بدید میرید مرحله 3. مرحله 3 مصاحبه به زبان انگلیسیه. اگه تمام این 3 مرحله رو قبول بشید، سفارت شما رو به عنوان کاندید خودش معرفی میکنه، یه نامه بهتون میده که آقا این کاندید ما این آدم رو به عنوان کاندیدیت داریم معرفی میکنیم. شما کاری که میکنید اینه که به دانشگاه‌ها و استادا میرید، میگردید، به اونا میل میزنید، باشون مکاتبه میکنید، یکی بهتون پذیرش میده. بعد اینجا منتظر بشید که این پذیرشی که به شما داده شده رو واقعا وزارت علوم ژاپن تایید میکنه یا نه. جواب نهاییش هم کی میاد؟ بهمن میاد. بعد اگه بهمن هم واقعا قبولی نهاییتون اومد، شما آپریل میرسید ژاپن.